درود دوستان، این ویدیو در مورد یکی از ترانه‌های استاد فریدون پوررضاست با نام هو هو. شعرش هم از محمد ولی مظفریه. کلا داستان این ترانه و شعرش رو از کتاب استاد فریدون پوررضا برداشتم. این کتاب به نظر من یکی از کاملترین کتابات تو زمینه موسیقی گیلکیه. حالا اگه دوست داشتید میتونید خودتون هم تهیه کنید و کلا هر ترانه یک داستانی داره و خیلی جالبه. حالا داستان ترانه هو هو رو براتون تعریف میکنم، حتما براتون جالبه. زمانی که کشاورزا به شالیزار میرفتن برای اینکه محیط خونه تنها نباشه، حیوانایی که تو خونه هستن رسیدگی کنه، همیشه یک بچه تو خونه میموند که اصطلاحاً بهش میگفتن خونه برپا. ترانه هو هو از اینجا شروع میشه که یک دختر بچه 7-8 ساله تو خونه تنهاست و پدر و مادر و اهل خونه رفتن به زمین کشاورزی. این دختر وقتی داره از خونه مراقبت میکنه یه عقاب به مرغ‌ها و جوجه هاشون حمله میکنه. این دختر بچه از سر ترس و اینکه آسیبی به حیوانای تو خونه نرسه با فریاد هو هو میخواد عقابو عقب برونه، اما عقاب از شدت گرسنگیش توجهی به این فریادها نمیکنه. آهنگشو براتون میذارم، حالا متن آهنگم خط به خط براتون ترجمه میکنم که ببینید واقعا چه آهنگ زیباییه و چه شعر زیباتری داره. آلو بومه کلشکن جوجکانه بگیره. میگه که هو هو همون ندا و هشداریه که به اصطلاح برای پرندگان مزاحم انسان ها از خودشون در میارن که دور کنن اون پرنده رو. هو هو آلو بومه یعنی اینکه عقاب اومد کلشکن یا همون مرغ مادر و جوجه هاشو بگیره. و نزدیک بهار امید خروس ها رو ازشون بگیره. دیگه دخترم دیگه از غصه میخواد توی رودخونه پرعمق غرق کنه خودشو، برای اینکه شرمنده پدر مادرش نباشه که نتونسته از حیوانای خونه به خوبی مراقبت کنه. میگه چقدر دیگه میتونه بگه هو هو. دخترم میگه الهی عقاب جگرت ریز ریز بشه. الهی غصه جوهرش رو به دل تو بریزه. الهی آفتاب پر تو رو بسوزونه. اجل تیر خودش رو به دل تو بدوزه، یعنی اینکه بمیری. همیشه غم در دل تو باشه، یعنی همیشه غم داشته باشی. اینا رو داره به عقابه میگه. لعاس به معنای شغاله. میگه الهی که شغال به خونه تو حمله کنه. عقاب سایه تو تا پشت خانه ما بر سر جوجه ها اومده. یه حتی اون جایگاه دنج که کنار پرچین یا پشت خانه هم هست برای مادر جوجه ها کمه، یعنی دیگه جایی نداره که پنهان بشه. جوجه کنه بیسک صدا آتش جور زندونه کل پشت کتنه مشتجمی لاکن شنده مگر تانه این قسمتشو بذاری از روی خود کتاب بخونم، معنیش کامل تره. میگه صدای ریز ریز جوجه ها که نماینده فریاد بیکسیشان است شنیده می شود.
دخترک نشسته پایش را دراز کرده و از روی ناچاری به پشت پای خود میکوبد. چقدر مگر میتواند بگوید هو هو دور شو دور شو. این آهنگ واقعا یکی از آهنگای ماندگار گیلکیه و واقعا هم شعرش رو استادانه محمد ولی مظفری سروده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست دارید آهنگای بیشتری رو اینجوری ازش ویدیو درست کنم حتما توی کامنت ها بهم بگید. دمتون گرم، خیلی مخلصم، خداحافظ.